دادستانی شهر مسکو روز 23 ایول سال 2024 خبر داد که دادگاه نویه سیوزنای پایتخت روسیه حکم خود را در قبال یک جوان 20 ساله زاده تاجیکستان که به خاموش کردن شمعها در کلیسای پروسلاوی عیبدار میشد صادر کرد. این حادثه 18 ایون سال 2024 رخ داده بود. کارشناسان به خلاصه آمدند که این جوان گرفتار بیماری‌های روحی بوده، مسئول عمل خود نیست و برای جمعیت خطر داشتن عملهای انجام دادهش را درک نمی‌کرد. بنا به خلاصه کارشناسان این جوان باید برای طبابت به بیمارستان مخصوص فرستاده شود. بنا به اطلاع دادستانی مسکو، دادگاه با در نظر داشت موقع دادستانی منطقه سیوزنه متهم را به طبابت مجبوری در مؤسسه طبی مخصوص محکوم کرد. دادستانی مسکو نام این جوان را ولی قبلا گزارش شده بود که او اسکر بوتایف نام دارد و از تاجیکستان است. طور قبلا خبر دادیم اسکر بوتایف روز 18 ایون سال 2024 روزانه به کلیسای فیودور اوشاکوف واقع در منطقه یوژنای بوتووا در نزدیکی ایستگاه مترو بولوار ادمیرال اوشاکوف آمده در داخل کلیسا نسبت به مذهب پروسلاوی به احترامی ظاهر کرده با مقصد تحقیر احساسات دینی پیروان مذهب پروسلاوی شمعهایی را که دینداران در جریان مراسم دینی فروزان کرده بودند خاموش کرده است. سراسر تفتیشات مسکو گفت به بالای این بوتایف بعد خاموش کردن شمعها یک زن نمازگزار را که به رفتارش ایراد گرفته بود تله داده است. در ویدیویی که نمازگزاران ثبت کرده بودند دیده می شود که یک جوان جای نماز در دست وارد کلیسا شده شمعها را خاموش می کند و پروایی هم ندارد که او را در این لحظه در ویدیو ثبت کرده ایستادند. بنا به اطلاع دریافتی بعض اسکر همگی چند روز قبل به مسکو آمده در یک هاستل در قریبی کلیسای فیودور اوشاکوف زندگی میکرد.